به نظرتون نیمار به دوران پرایم خودش برمیگرده؟ Para do no bailão, no bailão. Ela com o popozão e o popozão no chão. O popozão no chão e o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. سلام بچه ها، به سامی گیم شو خوش اومدید. امروز اومدیم با یک ویدیوی جدید و یک کریر مود جدید. امروز اومدیم با کریر مود نیمار. البته اولین کریر مودمون هست و همونجور که فهمیدید نیمار رو قرار برگردونیم و قرار در جام 2026 جام جهانی رو انشالله برنده بشیم. حالا که فعلا 2025یم و ما فیفا 2025 داریم یا ما FC 25 داریم و سانتوس روی فیفا نیست و برای همین داخل همون الهلال گفتیم باشه بهتره و بریم سراغ ویدیو. Here we go. خب بچه همونجور که فهمیدید امروز اومدیم با کریر مود نیمار و من چند بازی رو خودم انجام دادم ولی اون بازی هم بازی دوستانه است. خب اونا رو انجام دادم که دیگه وقت شما رو معطل نکنیم و بازی رو الان میخوام براتون لیگو نشون بدم که الان من بازی رو انجام ندادم و الهلال 4م هست ولی با 0 امتیاز و دیگه و کریر مود نیمار با رنک 86. بریم سراغ بازی با تیم عربستانی با لباس سبز و ما لباس آبی. بریم سراغ بازی. به نظرتون آیا نیمار بر میگرده به دوران پرایمش یا خیر؟ نیمار جونیور با لباس الهلال عربستان. بازی رو تیم الخطاف نمیدونم چی نوشته شروع کرد. حالا در حال حمله زدن حالا بازیکن‌های تیم الهلال. ببینیم چیکار میکنه نیمار جونیور. چه دریپ قشنگی رو اینجا داد به هیچکی. حالا اینجا یه نفر جا گذاشته و توی دروازه. خدای من نیمار هنوز شروع نشده داره قوقا میکنه در ورزشگاه الهلال. خدای من. و چمنهای ورزشگاه رو میبینید که هم از ابریشم درست شدن هم از چمن. یعنی حالا خودتون باید در موردش تحقیق کنید. ورزشگاه الهلال کلا از 2 نوع چمن تعمیر شده و یه اینجوری حالا برید در موردش تحقیق کنید میفهمید. و نیماری که به این قشنگی گلو به ثمر رسوند. دوباره بازی رو قرار تیم عربستانی شروع کنه. نیمار مگه پروست نیست؟ ماشاءالله. یه پاس، خدای من، یه پاس، یه چیپ ناموفق. دروازه‌بان نیومد جلو. چرا نه چیپ زدم؟ باشه گلم نیمار. یه سان پاس اگر بده رو خیلی خوبه. خدای من چه قوقایی داره میکنه در ورزشگاه الهلال. یه نیمار خدای من. هنوز همون نیمار قدیمی زنده است. حالا آوردن به جنایت بیشتر حمله ها نیمار گرفته. نیمار گل کرده. نیمار یه حرکت قشنگ میزنه ولی به کسی نمیزنه. یه حرکت توپا رو ازش گرفتن. حالا آفساید. به اصلا الهلال در حد نیمار نیست به نظر من. یه آورد بیرون و یه کاریدور. خدای من چه قشنگ زد ضربشو نیمار جونیور. و این داداشم که دروازه خالی رو زد بیرون. داداش فازتو درک کنم خیلی خوب است. ضربه سر اولو تیم نیمار میزنه. خدای من نیمار در حال درگیر درمان توپ گرفتنه.
بازیکن سیاه پوست صاحب توپه، هنوز خودش صاحب توپه. میگه خطا آقای داور، ولی نیمار با لحن خیلی خوش و لحن برزیلی بهش میگه خفه شو سیاه پوست. نیمار خودش صاحب توپه. نیمار 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 نیمار، این بس نیمار، آنکارا نیمار نیمار. وای خدای من، وای خدای من، چقدر تو خوبی نیمار، شاهزاده‌ای که هیچ وقت شاه نشد. ای کاش ای کاش یک بار دیگه در لباس بارسلونا من تو رو میدیدم. امیدوارم که در این سالهای نه چندان دور نیمار با لباس بارسلونا به زمین مستطیل سبز بره، یا همون زمین چمن خودمون. یه پاس خوب از نیمار جونیور. نیمار جونیور، خدای من، توپه کو ندیدیم یک لحظه توپ رو. نیمار الان داخل آفسایده، چون من زیاد چیز ندارم. یه سر توپ قشنگ و محو کننده از نیمار. اندانو مندز، نه فکرم اسمش این نبود، درسته؟ واقعتش من الهلالی ها رو نمیشناسم. و تو پایان نیمه اول به صدا در میاد با تک گل نیمار در دقیقه 5 و نیمار رو میبینید که از عرش به فرش رسید. بریم سراغ نیمه دوم. ترکیب که نمیشونیم ما چون بازی کنیم. الان ما فک راستی چپ هم هستیم، وینگر چپ هم هستیم. نیمار توپ رو از دست نمیدن، روش خودش صاحب توپه. نیمار این بس نیمار. به سختی میتونن تو پای این شاهزاده برزیلی رو نصیب خود کنن. حالا نیمار، خدای من چه بازیکنیه نیمار جونیور. یه سانت برای نیمار ببینیم میکنن یا نه. و کورنل سمت راست خودمون میزنیم. نه خیر، کورنل رو خودمون نمیزنیم. یه سانتش زیاد جون نداشت. ببینیم چی کار میکنن. میاره این ور، نیمار میاره این ور، میاره رو پای چپشو. چه ضربه قشنگی زد و دروازه‌بان به سختی توپ رو مهار میکنه. یک لحظه اصلا صدای جو تماشاگرها رو شما اگه ادیتور بذاره ببینید خیلی خوبه. ای چه بد زده. من میخواستم ببخشید بچه، تقصیر من، میخواستم چیپ بندازم برای داداشم مهاجم ولی نشد. حالا این بازیکنان که فعلا پیرن رنگ دروازه‌بان ما رو ندیدن میخوام به ما حمله کنن. خدای من چه ضربه بدی رو زد. داشتم فکر کنم بازیکن کرواسیتور بود مهاجممون یا برزیلی نمیدونم. خدای من نیمار به نظرتون بچه ها بر میگرده؟ البته این یه پارت نیست ویدیو و حدوداً به 10 پارت هم شاید بکشه. خدای من چه قدرت ضربی رو داره این نیمار خسته. یه پاس اگه بدونه به جنای چپ بده بنازم. میاره پای راستش. خدای من چه بازیکنیه نیمار جونیور توی دروازه. بالاخره توی دروازه قرار میگیره توپه. بازیکن فکر کنم برزیلی یا حالا کرواسیتور، حالا من نمیدونم، بازیکن الهلال رو زیاد نمیشناسم. شاید عربستانی باشه اصلا. نه عربستانی که مطمئنم نیست، چون که عرب ها ارزش رو ندارن و غیرت اون چیزی رو ندارن که بخوان همچین بازیکن خوبی رو به مستطیل سبز بیارن. یک مشت بازیکن عقده‌ای و بی غیرت رو به زمین میارن. حالا ولی از عرب بکش بیرون، چون اصلا انقدر مهم نیست که ما بخوایم تو کانالمون در موردش بحث کنیم. نیمار یه لحظه توپ از پاش جدا شد
میتونست جدا نشه توپه، ولی حالا دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. نیمار خدای من چه بازیکن آسیه نیمار. البته فکر کنم بیشتریاتون معنی آسا شاید بدونید شاید ندونید، حالا ببخشید اگه نمیدونید. یه ضربه سر ناموفق از نیمار جونیور، توپ به آوت میره. ببینیم چی کار میکنه. نیمار 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 کجایی نیمار؟ روزای قشنگ تو ببینی در بارسلونا. کجایی؟ از کجا به کجا رسیدی نیمار؟ نیمار چه کار بیرون پای خوبی رو گذاشت پشت توپ. داشتم میگفتم از اون روزایی که توی بارسلونا داشت میدرخشید تا این روزایی که در عربستان سعودی داره میدرخشه. نیمار جونیور everybody. یه پاس برو جلو بازیکن‌های عربستانی و بله 2-0 تیم نیمار میبره الهلال و بودن یه گلشو الهلال زد، یکیشون بروزوویچ فکر کنم اسمش گوشون زد. بله اگه بروزوویچ باشه مال عربستان مال کرواسیه، چون ایچ داره آخر. حالا من کلا بگم براتون هرچی ایچ داره آخرش مودریچ بروزوویچ اینا برای کرواس توپ میزنن. حالا نیماری که یه گل زده و بازیکن 10 از 10 بهترین بازیکن زمین شده و 92 دقیقه بازی کرد و حدودا الان داخل نمای داخل رختکنمون هم اگه نشون بده داشتمون نمیده، لجباز نمیده. و سه الاتحاد زده تیم عربستانی ها. بله دیدید که حالا من سریع زدم ببخشید. دیدید که یول فرچی سیدریس چه اسم مزخرفی. من با اجازتون یه قلوب بخورم گلوم گرفت. بزن بریم سراغ بازی. والا من نمیشناسم تیم رو، هرچی فکرش میکنم. اینا همین ترکیب بازی رو میبینید. میتروویچ بله ال کرواس که هستن ولی اسمشون میتروویچ. بروزوویچ بازیکن النصر هافک وسطشونه فکر کنم. نویس و بقیه بازیکناشون هم که حالا زیاد مهم نیست. اوکی. و اینجا فکر کنم الان زمین الهلال نیست. بله کاپیتان نویس هست. بانکال ریاض اینجا زمین این تیم ناشناس هست. قراره 10 تایی گل بزنه نیمار فکر کنم. باشه گلم بده جنای را چپ. جنای چپ و بده. جنای چپ و بده که فرار کرده. نیمار جونیور یه حرکت قشنگ. خدای من ببینیم نیمار این توپا رو چی کارش میکنه. از یه توپه فرسوده یک کرنل باسود میگیره. نیمار پاس بدیم به نیمار. داشت گلم. چه پاسی رو داد؟ بگم نویس بود کی بود اینجا؟ یه زده الان برای تیم ناشناس زده میشه. بده نیمار رو. نیمار جونه خب سریع بده داداش گلم. سریع من میدم تو پای طرف میدی بهم. آفرین مثل داشتی گلم باش. بابا خدای من نیمار جونیور داره به روزای اوجش برمیگرده. همینجور که میبینید پول داداشمون کج شد از این گله زیبایی که از دید نیمار میبینیمش. خدای من سکنج تار عنکبوت رو اونجا پاره میکنه نیمار جونیور. انقدری که اونجا توپه نرفته بود عنکبوتا تار زده بودن و خونه درست کرده بودن که نیمار این لطف رو در حق این تیم ناشناس کرد و براشون تمیز کرد سکنجشونو. نیمار جونیور
یک گل زده در این بازی. گل اول این بازی رو البته زد. ببینیم چی کار میکنه. نیمار دوباره خودش صاحب توپه. خدای بنده، تیرک دروازه. بچه تیرک صداش حالا من شما نمیشنوین ولی تیرک هند بله قشنگ هند شد و پنالتیه. چه تیرکی شد صداشو نشنیدید و تصویرش هم نیومده. نمیدونم چرا فیفا اینقدر بد شده تصویر آوردنش. بازیکنای تیم ناشناس میگن آقا هند نیست ولی به این قشنگی هند شده داداش کوری. ببینیم کی میزنه. بله نیمار جونیور everybody. نیمار جونیور everybody. چه بد زدم آجی، چه بد زدم. ببخشید بچه‌ها، ببخشید، واقعا بد زدم دیگه. واقعا اینو بد زدم. این اول اینو گرفتم چیپ میخواستم بزنم، بعد اینو زدم اشتباه شد. یه لحظه قاطی زدم. آقا 3 تا هتریک میکنیم ما نیمار این بازی رو. خوبه دیگه، به جایی که پنالتی رو خراب کنیم هتریک میکنیم براتون. نیمار جونیور خطا. بده من بزنم. ببره اوبر ها. آفرین پسر خوب بابا. نیمار به مدافع برخورد کرد ولی از پس قدرتش زیاد بود، به سمتی که باید میرفت رفت ولی دروازه‌بان با یک شیرجه بلند توپ رو گرفت. با یک دایو بلند البته. یه پاس خوشگل از نیمار جونیور. ببینیم چیکار میکنه. نیمار جونیور میتروویچ پاس داد به نیمار که خراب شد دیگه. دوی زلزله اومد. حالا اشکال نداره زلزله اومده باشه، طوری نیست. حالا که زنده این فعلا. نیمار جونیور رو چه تکل خطرناکی رو زد. ببینین نیماره میفته میمیره. آدم باش. چه ضربه سره نوس. چه پاسی داد نیمار جونیور به نوس و به این صورت خراب شد از جنای راست. ببینیم چی کار میکنن تیم ناشناس. آیا اصلا رنگ پیرن دروازه‌بان الهلال رو میبینن یا نه؟ یا نیمار اجازهشون؟ بله دیدن، رنگ پیرنشون رو دیدن و همینجور دارن میرن که داشتون نوست توپاشون رو زد. داشت چرا اینجور نمایش میدی؟ خیلی بده دوربینش. اوقا ماشالله رو خط دروازه. چه تیم قوی هم از پسره داشت. مطمئنی پسری؟ حد شد که نیمار جونیور نفر اول جا گذاشته. نیمار فکر کنم همه کارا رو تو بکنی ولی آخرش یکی دیگه برنده باشه، مثل سال 2015 همه کارا رو نیمار کرد ولی آخرش توپ طلا رو مسی برد. البته اون از فیفا بود حالا، ولی کلی داشتم میگفتم بهتون. نیمه اول به پایان میرسه با 2 گلی که یکیش پاس گلش نیمار داده، یکیش هم خودش نیمار زده. گل زیبایی که بهشون زد. حالا یک نیمار یه نفر جا گذاشته. نیمار توی دروازه قرار میگیره توپ. خدای من چه بازیکنیه نیمار جونیور everybody. یکی از بازیکنایی هست که خودم هم بیشتر دریپایی رو که تو فوتبال میزنم رو از کاکام نیمار یاد گرفتم. بله و چه گل زیبایی رو زد. دوشی گلم نیمار و اصلا گرگ و پرام ریخته از این بازیکنی به این آسیه که نیمار باشه. خطای داور
داورای خطا. نیمار ببینیم آیا میخواد بیرون پا بزنه. نخه این باید یکم بیاد بالاتر داداش. بیار شوتشو سه خونه و نیم پر که چقدر بد میزنه ضربه هاشو نیمار. اصلا ایسکایی نباید بهش بدم. قبلا البته یه افتی 3 تا ربات نه 2 تا یکی یا 2 تا ربات پاره کرده تو این سال. نیمار توپ میخواد ولی کسی نیست که بهش بده. میتروویچ توپ رو خراب کرد. نیمار خودش باید بره توپ رو بگیره چون که اینا بهش نمیدن. یه ماش الهلال میگه روز عربستانیه. داشتی گلم میشه پاسی حداقل میدی درست بده. از جنای راست تیم ناشناسه واقعا خوب داره کار میکنه در مقابل تیم پرستاره الهلال. تیم نفتی الهلال بگیم بهتره. بله نیمار خراب کرد. نیمار خراب شد در این فوتبالی که همه چیز به مسی رسید. والا من نمیبینم چی به چی اونجا. بده داداش پاس بده داداش. چرا به من پاس نمیدید؟ چه پاس خوبی رو داد اینجا. نیمار یه پاس عالی رو داد. خب سریع حرکت نکن. کره چرا نمیفهمی؟ ابله چرا نمیفهمی؟ اینا به قولی کره خر هستن و نمیفهمن. با تو محبت جریمه بیا. اینم یه پاس عالی از نیمار توی دروازه. خدای من چه پاس بی‌نظیری از نیمار. کاد بیرون پا، کاد داخل پا و ایشون که بهتر از پاس نیمار تو پر درون دروازه قرار میده. با یک ضربه دروازه‌بان هم یکم اسکولوزه رو برد ولی خوب نوس به بیرون و یک نمیدونم یه عبدالله میاد داخل. نیمار باید بره اونجایی که توپ هست چون که نمیبینم واقعیتش بازی رو. من داشتی گلم پاس بده شیر. باش برو رو بگیرینش یکیتون بگیرین. یه پاس خوب برای برو میتروویچ. خب بگیر انگار. استغفرالله. ماشاءالله پسر بلش. بابا چه لایی رو اینجا انداخت. نیمار جونیور یه پاس بده به خودش. نیمار یه نفر جا گذاشته. نیمار جونیور چه گلی رو زد. دقیقه 90+1. بله همه فهمیدید میتونه اگه اراده کنه. هر کاری رو میخواید بکنید اول اراده رو بکنید بعد اون کارم بکنید. بله یه تعویضی هم انجام میدیم و بله این بازی هم تموم شد و نیمار فکر کنم هتریک کرد. بله یکی دقیقه 5 زد یکی دقیقه 90. بهتون قول داده بودم که هتریک میکنیم. تو بازی گل النصر هم یکی زده. الاهلی هم یکی 2-0 زده و بله میبینید که انقدر خوب بازی میکنیم مربیمون ما رو بی نهایت میپسنده و ادامهش میخوام براتون بذارم برای پارت بعدی که تایم ویدیو هم براتون زیاد نشه و جدول رو یه مشاهده بکنیم. الهلال سومه. اینا با تعداد گلای بیشتر و
نه گلاشون بیشتر بود. حالا انشالله در بازی‌های آینده گل بیشتری رو به ثمر میرسونیم و توش ما هتریک کردیم. نیمار یکی گل زده. نکاش کار درسته کاکو، اصلا تو عالی هستی، اصلا عربستان عالی برید در عربستان. بچه ها امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. همونجور که فهمیدید نیمار تا حدودی به دوران پرایمش که هنوز برنگشت، دوران خوبش، دوران متوسطش برگشت و اون گل زیبای بیرون پاش که رفت تار دروازه رو لرزوند، تارهای عنکبوت هم پاره کرد و امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و لایک و سابسکرایب، چون که هر جا هستید میبینید توی من تو دو تا سایت ویدیو میذارم و هر کاری میکنید بکنید، منو فالو کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، بپسندید و امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. 3 بار نگاه من خیرتون رو میخوام و خدا نگهدار شما.